دوستان، من امیر هستم. اومدم با یک ویدیو جدید از کانال گیم بلو. اومدم با معرفی یک بازی موبایل، یعنی فلای ورکس پلی. یعنی چی؟ یعنی آتش بازی. کسایی که علاقه شدیدی به ترقه بازی هستن یا آتش بازی و یا مجالس ترقه بازی، این بازی واسه اوناست. بریم داخلش ببینیم چجوریه. داخل بازی که میشی، محیط بازی خیلی خفنه. شما میتونید با دوستاتون قشنگ، ولی بچه‌ها با وای فای نمیشه بازی کرد و با اینترنت بازی کرد. مولتی پلیئر میزنید، یه سرور میسازید، اسم اون هم به دوستت میدید، دوستتون هم سرچ کردش میتونه بیاد داخلش. کامنت بنویسید که اگه میخواید بهتون یاد بدم. میاد روی سینگولر پلیر، یعنی آفلاین بازی کردن. ما الان یک نوع زمینش رو انتخاب میکنیم، زمین خالی رو انتخاب میکنیم. ما صبر میکنیم تا 100% بشه. بعضی از زمین ها تبلیغ میخوان اولش بدید. من کل تبلیغ ها رو دیدم و زمین ها باز شده. شاید هم واسه شما نخواد. بازی که داره لود میشه، بذار ترقه ها بهتون بگم. اینجا میتونید ترقه هایی که خواستید رو سرچ کنید این به کنار. هر چی ترقه های صوتی باشه، اتمی باشه، فشفشه بازی بگیره تا تهش، بالون بزرگ، هر چی بخواید. تو این قسمت داره فایر ورکس، تو قسمت شل فشفشه های آسمونیه که میترکن. اینجا هر رنگی که بخواید داره. اینجا هم همون فشفشه ها هستش که باید تنظیم کنید. اینجا هم کپسول گاز و نمیدونم دینامیت و هر چی که از وسایل جنگی باقی مونده همش اینجاست. دیگه از وسایل های کوچیک بگیر، خمیری بگیر، سیگارت بگیر تا صوتی، ده همشو داره. یه دونه اتم هم داره، اسلحه داره، دیگه هلیکوپتر داره. اینجا وسایل مجالس هم اینجا هستش. مثلا یه دونه استیجی که من همین الان میزنم میاد. میبینید که الان استیج بزرگ جلوی من ظاهر شده. به خاطر همین من تو زمینای این همین زمین میرم که خیلی خالیه. آخر هدیه هایی که روز به روز بهتون میده، شما هم دریافتش میکنید که خیلی قشنگ هستش. خب دوستان، برای ویدیوهای بعد از کانال گیم بلو لطفا کانال من سابسکرایب یادتون نره، دنبال کنید، لایک ویدیو هم بزنید. برای ویدیوهای بیشتر از کانال گیم بلو، خدا نگهدار.